You're Iran noob 2v2. سلام اشغالتون چطوره؟ به ویدیو جدید خوش اومدین. حتما تا آخر نگاه کنین. ادب کردن یک عرب گندگوز. قضیه از اینجا شروع شد که این عرب وایستاد به ایرانیا بی احترام کرد و عربا فوش من داد. ایرانی منم بهش گفتم بیا دوئل. بارمش دوئل و پروندهشو بستم. حتما تا آخر نگاه کنین. از خود ایرانی ها اینجا دیگه دوئل شروع شد. 2v2. بهش نشون دادم که ایرانی جماعت وقت نمیده. یه جوری زدمش که دیگه یاد بگیره به ایرانی ها بی احترامی نکنه. نالش رو در بردم. راستی عشقا چیزی نمونده به 200 حساب برسیم و لطفا حساب بکوب و به من انرژی بده. دمتون گرم. اینجا سگ فرستاد. کلاس سگ زد نمیدونم چرا. ایرانی جماعت وقت نمیده. اینجا لفت داد نمیدونم چرا دید داره میبازه. لفت داد از ترس کونیش لفت. پرونده یکی بعد اینجا میگفتم عرب نوبه میگفت اوکی خودش قبول کرده که عرب نوبه. Again with me. گوش کنین. Not a problem. Not a problem. Okay. Again. بعد دید خودش خورد گفت رفیقش بیاد. رفیقش هم بردیم دوئل. این هم نوبت رفیقش. هیچ وقت عربا حریف ایرانی ها نمیشه. امیدوارم دیگه ادب شده باشن. دیگه گندگوزی نکنه. سبکی بازش یه طوری خاصی بود اصلا نمیتونستم درکش کنم. Keep fighting. تمام میام پرونده رفیقش. لفت داد دیگه. وقتی باختن آبرشون رفته دیگه لفت دادم. دمتون گرم تا اینجا ویدیو بودین. عشق منین. اگرم خوشتون اومد قول دکمه حساب بکوبید. عشق منین. خداحافظ.